بهش میگن فضاپیمای رادیان وان. دیگه قرار سفرهای فضایی رو با یه هواپیما انجام بدیم. دیگه نیازی به اون موشک‌های سنگین و کت و کلوف نیستش. این فضاپیمای رادیان وان قراره که یه انقلاب بزرگ توی صنعت فضایی ایجاد بکنه. برای اینکه بتونه یه مصرف سوخت بینی داشته باشه به صورت سورتمه‌ای پرتاب میشه. یعنی اول سوار سورتمه میشه و اون سورتمه روی ریل حرکت میکنه و به سرعت میرسونتش و بعد پرتابش میکنه. اینجا دیگه اون هزینه‌های گزاف مصرف سوخت رو نداریم که خیلی زور میزد تا اون موشک‌ها از روی زمین خودشون رو بکنن هوا. اینجا با یه سرعت اولیه که توسط اون سورتمه تعیین میشه میتونه تیک آف خودش رو انجام بده. وقتی که اینجوری به شکل هواپیما ساخته شده نسبت به موشک فشار کمتری به بدنش وارد میشه و حتی قابلیت استفاده تا 100 بار رو داره. یعنی شما برای پرتاب‌های دیگه نیاز نیست دوباره موشک بسازی، نیاز نیست دوباره هواپیما بسازی، همون قبلی‌ها رو دوباره میتونی استفاده بکنی ولی با تعداد دفعات بیشتر و این دوباره هزینه‌های سفر فضایی رو دوباره کاهش میده. این فضاپیما میتونه 2 الی 5 نفر رو با خودش حمل بکنه و به مدار زمین برسونه و به ایستگاه بین‌المللی فضا متصل بشه. و حتی بعد از اینکه فضانوردا رو سوار کرد میتونه بیاد و عین هواپیما خیلی آروم روی فرودگاه فرود بیاد. فقط به این توجه کن که این یه ایده از یه شرکت نوپا توی آمریکا بود که الان به مرحله ساخت رسیده و دولت داره حمایتش میکنه. کاش توی ایران هم یه همچین چیزی وجود داشت.